اولا ما و شما همقدر تندین پایان بالا پیش طفل سیاست میگردیم به کدام چشم بگرده؟ همین مردم بگه شما کلتان جور سلایتان در دست ما چی که فکر این وطن اگه چیز گرفته دشمن گرفت؟ یعنی به خدا او طرف خو از یک طرف جگری آدم خون میشه. قسم به پروردگار که هر دفعه که میرم بگم پروردگارا 100 دفعه میمردیم همین مردم ما را جور نمیدی که نه مردین نه کشته شدین نه اسیر شدین، شما را چی شده منطقه را ترک کرد؟ و هر دفعه که در فکر ازی میشن که مهاجر بره طرف بدخشان آیندهشه که فکر میکنم، منطقه را فکر میکنم، آینده مردم را فکر میکنم، بگم بازم پروردگار از آسمان سنگ بباره خویی کار نشه. تا کجا بره چی ترتیب شوه ما تلاش خدا میکنیم مگر این راه حل اساسی نیست. نه به خدا که بدخشان راه حل اساسی باشه سبا در اوجه که باز رفت کجا بری در لب دریا فهمید یعنی دیگه او طرف تاجیکستان را نته پیرادار روسی باز در اوجه باشه تا سرحد از او درش کنه. اگر به او پناه ببریم چطور این ننگ تاریخ کجا ببریم؟ اگر در این دفاع نکنیم باز اوجه کجا دفاع کرده بتونیم؟ رقم تو بدخشان کجا باشه؟ گپ معنیست که لحظه تال نده در رقم با توفیق خدا میتونیم دشمن در یک روز تار مار کنیم که روز دوم روز سوم چهارم کار نداره. من یک مثال عادیشه بگویم. من یک مثال عادیش امام شب بره پل جبل سرات پل هم یک چیز گلبار روباری خود قطع میکنه امال با تانکا قطع. از اینجا ما و شما میمسته که این مردم مهاجر برآمد همین تفنگ سرشانه ما مارش کرده در آییم به کوهستان. گروپ کوهستان پیش، کاپیسا پیش، کوهستان پشتش، پروان پشتش، جبل سرات پشتش، گوکاگ همین مارش کرده بریم تو خدای تمثال پل سیاد همون تو مرد هستم رای ما تو جنگ کنه یک پولایت خودم یک شو بگیریم نمیگیریم؟ حالا تایید ششتم چرا دام ولایت نشینه؟ همینجا راست میرن دست پل سیاد 2 تا تانک شوش رفته 4 تا شوش 5 تا که دشمن پس جمع کنه خدا پس بیادم یک پل سیاد ما بگویم باز تکرار میکنم. یعنی یک تکتیک آسان پل عظیم جا خود خیلی فردا شد تتار کاپیسا پیش کوبند از او بغل باش کوهستان پشتش جبل سرات پشتش کابل پشتش یا وسته و نیک موتو دمیدم موجه حرکت کنیم بریم 4 تا مرمی رسام زده که حال آمدم تو خدا بین خود هسته امی دشمن استاد میشه خط مندازه دشمن کجا میره؟ او که از جنای تگه آمده بود او خلاص از او قوه او قوه دیگه رفته طرف چیز طرف چنم داره طرف کودامن و طرف چاره کار رفته دریا سرحد اینا قپل دفاع همینطور نیست؟ نه همینطور نیست. حالا فهمیده ششتن این مردم بیچاره مظلومه از گشنگی پایش دراز شدن هم یک غیرت تاموجه رفتن گپش چی میشه؟ خب پل سیاد رسیدی تو بسته بکنی بچه بغرام مولانای سید خیله به خدا گشتارش از دریا میداره در سید خیله اون چاره کار هست که از پشت سر صدای خوجا نبی برآمد که بدر در زیر چاره کار هستم 2 تا راکت بزنه در بغل چاره کار او در جبل سرات میشینه و در کلانش اگر در جبل سرات میشینه ببین یک پراگندگی آمد. خط ما در کابل کجا بود دیگه کجا بود؟ دشمن با یک پای جمع آمد با یک تعداد تانک یک نقطه ضعیف گیر کرد پشت سر زد یک پراگندگی به وجود. حالا که جمع شدیم به که ما و شما مشتواری پس برد حالا حداقل یک نفس ما راست شد یکی دیگر را شناخت تو کجا او کجا جمع شدیم پس خود یک مشت جور یک مشت جور شدیم همین مشتواری داخل شد. حالا طرح معمی گفت نیست که در قسمت کوهستان دیگه طرح میتونیم بکنیم دیگه طرح میتونیم. من میگم پشت بسیار گپ کشال نگرده این مردم زیاده که دیگه می گپ میزنن عمل معلوم نی روزا را کرد همین کوتا صحبت و تک تصمیم گرفتن دیگه بخون گپ من همیست به این کسبات بیارم مشوره میکنه امشب چند نفر قماندان محدود گوش کنین چند نفر قماندان محدود امشب بعد از نان دیگه قماندان صاحبا را رخصت میکنیم
استاد تشریف دارد از کل کوهستان عظیمی صاحب با 3 قماندان لواش آقا جان بشینه اینمیجا 3-4 نفر باشه. از آجی صاحب امره چند تا قماندان کلاناش بشینه اینمیجا. آلماس خان نیست معاونش هست، مولانا چند نفر میشینه اینمیجا. 8-9-10 نفر امشب پروگرام جور میکنیم، تعداد جمع میکنیم، سبا مرمی راه را بند میکنیم، امی راهی که 1 نفر نمیمانیم پول ببرد. مرمی و مهمات خود توزیع میکنیم تا دم دیگر خود به تعرض میریم به وطن خود میریم. اگر این خواه به توفیق پروردگار تار مارش نکرده، این قوه جمع بود که تیت شد. باور داشته باشی، یقین داشته باشی که منبع اطلاعاتی قوی در بین دشمن داشتم که لحظه به لحظه مرا در جیران میگذاشت. امشب هم شما در رادیو خواد شنیدین که سید منصبای پاکستانی که کشته نامش در رادیو BBC اعلان میکنه. پاکستانی در می جنگ بعد سید منصبش که با اسم با ولد بادگه نیست بچه نامش بشه 11 نفر 6 نفر دیگه از کماندوهای چراتش، 127 نفر تلفات پیادهش هست. خودشان میگه پیش از اینمی تعرض قبول کرده بودن که جنگ باخت، خلاص جنگ نمیشه، که جنگ باختگیست. با منابع ما میگفت که 20% فایر که آوردن کشته و زخمی قبول کنین که 20% کشته و زخمی چیز نماند، روحیه وجود نداره. این اطلاع بود. از اطلاع نکده دیدن خوده. از هر قماندان که پرسان میکنه میگه که تانک داشت که روحیه نکردن، یادن نداشت، روحیه نبود. گفت که به می ترتیب پروگرام به توفیق خدا از خدا کمک میطلبیم. توفیق امشب همی تو جور کنیم که امی قوه توته شود دربه، نفهمه که من از کجا ضربه خوردم، از کجا قطع شدم، کجا پشت سر به دور کرد، به سبا به دگه شبش چرا راکتای ما فایر این بغل قرباغ رسیده باشیم، در اوج رسیده باشیم، دنیا هم سرش خوش شود، چشم 4 تا پیچه سفید و ماجر و طفل سیاسر ما به ایجا خوش شود، مردم هم بگه که والا مردم مرده بودن. اگر یک حالت پراگندگی هم هست سعی کنه که تار بار میشه، یک قواره در 3 ماه دیگه جمع کردن نمیده. درست هست میگه؟ امشب بشینیم همه قماندان صاحبا کمر بسته است، از همین مهاجرت کرده تو خدایت همین مردن دموج سر نیست، خوبتر نیست، فیصله همی است. کدام کس کدام کس دیگه نداره. استاد فیصل دعا کنیم بخیر. درست والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اللهم وفقنا لما تحب وترضى. الهی تو مدد و نصرت غیبی رسول. الهی تو دشمن سر ما خوش نساز. پروردگار تو ملائکه با کمک ما روان کن. خدایا اگر ما مظلوم هستیم تو یاری ما، خدایا اگر ما صلح خواستیم تو یاری صلح خواهان، خدایا اگر ما عزت از این ملک میخوایم تو یاری مردم با عزت است. پروردگار تو با ما کمک کن، پروردگار تو دست ما را